در جستجوی خدا. مولانا جلال الدین رومی مراقبه ای را پایه‌گذاری کرد که بیش از 700 سال است در میان جمعی از صوفیان ادامه دارد. این مراقبه نوعی رقص است. کودکان دوست دارند به دور خود بچرخند. هیچ کس نپرسید که چرا در تمام دنیا بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت و مذهب تمام کودکان عاشق چرخیدن به دور خود هستند. جلال الدین رومی با دیدن این که کودکان به دور خود میچرخند فکر کرد باید چیزی وجود داشته باشد که کودکان احساس میکنند ولی نمیتوانند بیان کنند و شاید آگاه نباشند که آن چیست. میچرخم و میرقصم و